بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام هموطنان و همزبانان عزیزی که امروز در افیر با هم هستیم. با لطف و فضل پروردگار دیگر در دهه آخر رمضان هستیم و روزهای خیلی با شمار است تا اینکه ما این ماه را با روزه و با عبادت به آخر برسانیم. و چون درباره ماه رمضان و درباره روزه سوال‌های زیاد هم در کامنت ها می آمدن، هم به خود بنده خواستم امروز همراه شما صحبت داشته باشم در بخش مستقیم تا که به سوال‌های شما به قدر استطاعت جواب گویم. و سوال‌هایی که تکراری هستند به آن جواب گفته نمی شود و بعضی سوال‌هایی که چندین بار پیشتر جواب گفته بودیم و بقیه سوال‌ها انشاءالله با توفیق پروردگار به قدر توان جواب خواهم گفت. سوال یکم عزیزان، معلمای عزیز میگویند در نماز سوره ها را پی هم نخوانی نمازت درست نیست. پیش از همه خواهر عزیز، وقتی که کسی به شما درباره نماز صحبت میکند، درباره روزه گپ میزند، حتما بدانید که گوینده کی هست. برای آنکه از هر یک بیسواد که درباره دین این حلال و این حرام است، این درست و آن نادرست است میگوید، نباید گوش کنید. پس الو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، شما اهل علم رو باید پرسید اگر چیزی نمیدانید. اما درباره اینکه حتما باید سوره ها را پی در پی خوانید یگان اساس ندارد. این یگان اساس ندارد. در نماز وتر پیامبر صلی الله علیه و سلم در آیت سوره رکعت یکم سبح اسم ربک الاعلی خوانده بودند، در دیگرش قل هو الله احد خوانده بودند، در دیگرش قل یا ایها الکافرون. حدیث ها زیاد هست و باکی ندارد که شما اگر پی در پی سوره ها را نخوانید. و در ضمن سوره یک سوره دراز را به چند تقسیم کرده خوانید هم می شود. از هر سوره ها آیت های دراز رو خوانید هم می شود. اصلا در یگان جا آمده است که حتمی است که تو پی در پی در نماز سوره ها رو خوانید. ترتیب رو ویران کردی نماز درست نیست. این گپ یگان اساس ندارد. سوال دیگر، پیامبر صلی الله علیه و سلم تراویح رو 20 رکعت می خواندن؟ نه، 8 رکعت. به این چی میگه؟ درباره تراویح 8 رکعت است یا 20 رکعت است من صحبت کردگی هستم. یک بار نه دو سه بار میتوانید در همین راه نور پیدا کنیم که آره حدیث در بخاری هست پیامبر چی در رمضان چی در غیر رمضان نماز شب را از 8 رکعت زیاد نمی خواندند. ولیکن بعد از مرگ پیامبر در زمان حضرت عمر به صحابه ها میگفتند، به ابی ابن کعب الخصوص، که شما چیکار کنید؟ شما 20 رکعت خوانید، بعد از 20 رکعت همه خانه به خانه بشود. و تمام صحابه هایی که در زمان عمر بودند به این راضی شدند، کسی این را من بر این ضدیت نکرد. همچون اجماع صحابه ها شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، شما به سنت من بچسبید و سنت خلیفه های راشد من. یعنی سخن صحابه هایم قوت دارد. وقتی حضرت عمر این کار رو کردند و گفتند و دیگرها قبول کردند، پس هیچ گناه ندارد. یعنی مسئله تراویح 8 رکعت هست یا 20 رکعت هست رو دیگر این مسئله رو باید کنار گذاریم، برای اینکه کدامش رو خوانید هم به این ثواب میگیرید و به این گناهکار نمیشوید. حتی بعضی علمای هستن میگن 36 رکعت خوانید، علمای هستن که میگن میتوانید تا 40 رکعت خوانید. یعنی باقی ندارد که اگر یکی از 20 هم زیاد کردید. اما صحابه ها 20 رکعت خوانده بودند شروع از زمان حضرت عمر و پیامبر 8 رکعت. اما حضرت عایشه میگویند از درازه رکوعهایش و سجودش و چقدر آن نماز با طولانی بود نپرس. سوال دیگر، در این ماه رمضان از شوهرم دور و با خشتامن و عائله شوهرم ناگپی هستم. خشتامنم هرچی بهانه میکند از پشت کارهای خانه شده نمیخواهد من و شوهرم خوب زندگی کنیم. یعنی این مسئله عائلوی است خواهر عزیز. یعنی عموما یک زن سالم، هر زنی که عاقل است، عقلش در جایش هست، اصلا نمیخواهد لانه فرزندش ویران شود، پسرش بیخانه شود، پسرش از زن و فرزندهایش جدا شود. یک زن سالم عقل، یک مادری که در حقیقت او عقلش در جایش هست، اصلا نمیخواهد که زندگی فرزندش چه پسر چه دختر ویران شود. خانه ویرانی را یگان انسان عاقل قبول ندارد. اما مشکلی خشتامنتان با شما در چی هست و در کدام جایها شما را نمیخواد، این مسئله هست که هم شما را باید گوش کرد، هم خشتامن را. یک طرف را گوش کرده شما حق هستید گفته نمیشود. سوال دیگر، معلمه می گفتید سجده تلاوت قرآن چه خیل کنیم؟ دعای مخصوص دارد؟ می شود که همه سجده ها را بعد از خوانده شدن قرآن یک باره اجرا نماییم.
سجده تلاوت قرآن اگر عادی سبحان ربی الاعلی گوید هم می شود، یا اینکه سجد وجهه للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این دعا رو خواند باز بهتر است که پیامبر می خواندن. اما یکی دعا نکرده دو عادی سرطان رو به سجده ماند، هم مهم سجده کردن است. و سجده تلاوت قرآن وقتی معین ندارد که حتما تو باید، یعنی بعد از اینکه قرآن را تمام کرده یک بار سجده کنی. اگر دیرتر کردید گناهگار نمیشوید. یعنی 14 تا رو بعد از کلا ختم کردن میکنم گفتید هم گناهگار نمیشوید. یا اینکه کم کم هر باری که خواندید و گوش کردید کنید هم بوکی ندارد. یعنی سجده تلاوت اینقدر مسئله از حد نکردید گناهگار میشوی نیست. یکی دیرتر کردید بوکی ندارد. و حتی درباره سجده تلاوت مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه حکمش واجب است، واجبی که از فرض پایانتر میستد. در دیگر مذهب جمهور سنت است، کردید ثواب میگیرید و نکردید گناهکار نمیشوید و در بارش دلیل هم دارند. سوال دیگر: من به نماز نیو متکم کسل خونی سیاه می آید، روزه نماز همخوابگی برای من ممکن است؟ مادامی که میدانید که خونی سیاه هست و حیض نیست، هر یک زن میداند حیض چی هست و استحاضه چی هست، یعنی خونهای بیماری چی هست. مادامی که میدانید که این بیماری هست حیض نیست، در این وقت مثل یک زنی پاک حکمتان هست، نماز هم جایز، روزه هم جایز، هم خوابگی هم. هر چیزی که یعنی برای حیض حرام است، برای کسایی که از روی بیماری خون میبینند آن حلال است. سوال: استاذای مهربان، شخصی از روی فرضی قرض دارد، حق دارد 6 روزه شوال را گیرد، بعد قرضش را انتظارم بعد قرضش را روزه 6 روزه شوال از روزه هایی هست که گرفتید خیلی ثواب میگیرید و انشاءالله با این 30 روز یک سال کامل برای اون که پروردگار به هر یک روزتان یا به هر یک عمل صالحتان 10 اجر میدهد، یک سال پوره حساب می شود. 30 روزش 300 روز و دیگر 6 روزش 60 روز. اما اگر شما گفتید من علاجی یک بار هم قرض و هم شوال را گرفتن ندارم، به این گناهگار نمیشوید که اول شوال را گرید بعد قضایی را. حدیثی حضرت عایشه در بخاری هست که میگویند من روزه های قضای رمضانم را در شعبان پیش از یک ماه رمضان گرفته میدادم، از اینکه با پیامبر مشغول بودم. و همه میدونیم که مثلا روزه های حضرت عایشه روزه نافله گرفتگی هستند یا درباره روزه نافله گرفتنشان حدیث هم هست. برای همین اگر گفتید که من اول قرضم رو میگیرم و بعد شوال رو، این بهترین است، برای اینکه انسان نمیداند کی هست و کی نیست. هر چی قرض که در گردنتان هست زودتر تمامش کردید بهترین. اما گفتید نه من برای هر جاش قوتم نمیرسد، اول شوال رو گرفتید و بعدا قضا رو گرفتید، به این هم ان شاء الله گناهگار نمیشوید. اما حتما تا رمضان دیگر قضا باید گرفته شود و هر چی زودتر قضاها رو تمام کردیم هر چی بهتر است. سوال دیگر: در این ماه شوهرم با من به سبب قهری است. مسئله قهرگی زن و شوهری عزیزان، یعنی یک بار شوهرم قهری است گفتید، من اینجا هیچی گفته نمیتوانم، باید بدونیم که سبب چی هست. یعنی به سبب هیچ کس با دیگریش قهری نمیشود. و خیلی گفتم در مسئله حکم کردن بین دو نفر که کی خطا هست کی درست است، حتما اینجا باید هم شاکی و هم متهم را گوش کرد. شکایت کننده ها را هم گوش کنیم و اون طرف را هم باید گوش کرد. سوال: استاذه به سوال من جواب دهید. برای هر یک مسلمان از یاد دانستن 6 کلمه دینی و صفت ایمان حتمی می باشد، به همین مسئله روشنی می دادید. درباره 6 کلمه دینی گفته کتاب های فرض عینی تاجیکی را در نظر داشته باشید. دین این چیزها را از کجا آوردن یا اصول دین 8 قسم است، گویان بعضی ها 8 قسم میگویند. برای هر یک مسلمان ایمان آوردن به 6 چیز، یعنی باور کردن با یقین، ایمان به الله و به پیامبران و به فرشته ها و به روز قیامت و به زنده شدن بعد از مرگ و به تقدیر نیک و بد ایمان آوردن فرض است. به یکی اینها ایمان آورید، ایمان ندارید، شما از دین خارج می شوید. یا اینکه برای هر یک مسلمان هم باور کردن و هم عمل کردن به این 5 چیز به بنای اسلام که اشهد ان لا اله الا الله گفتن و به این باور کردن و عمل کردن است، نماز خواندن است، روزه گرفتن است، زکات دادن است، حج کردن است. البته زکات و حج به نفرانی که شرایط دارن حتمی است. اما یک چیز را از یاد کردن چیز دیگر.
یک چیز رو اسیاد کرده، تصدیق کرده، به آن ایمان آوردن چیزی دیگر. 6 کلمه دینی گفته شما اگر ایمان آوردن به الله و به پیامبر و به روز قیامت و اینها رو در نظر داشته باشید، ایمان آوردن و به این عمل کردن و یقین دانستن برای هر یک مسلمان فرض است. و بنده از اینکه تقریبا به کتاب های میدهیه که کریلی توجیکی تقریبا دست نزدم، وقتی درباره اصول 8 گانه یا چی میگویند 8 کلمه دینی و 6 کلمه دینی میگن، اساسا درباره چی صحبت رفته ایستاده است هنوز هم خوب درک نمیکنم. سوال دیگر: استاد جان، آدمی که قی میکند روزهش نمیشکند، طهارتش میشکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم قی کردند و طهارت کردند، دربارش حدیث صحیح هست. قی اگر خودتون رو قی نکنونید و یک بار آید که حدیث در ترمذی هست، در دیگر کتاب های سنن هم هست، شما روزهتون میشکند. مجبور خودتون رو قی کنونید. اما اگر نه یک بار خود از خود قی آمد، روزتون نمیشکند، اما طهارت میشکند. حتما باید از نو طهارت کنید. معلمه زنی که خانشین است، یگان جو درآمد ندارد، تلوی پولش به زکات رسیده باشد، اگر شوهرش گوید که من به جای تو زکات میدهم، آیا این زکات به نزد الله قبول می شود؟ انشاءالله می شود، مادامی که نیت از نام زن هست و زن به این راضی هست. زن به این راضی است که زکات مال او را شوهرش برآورد، انشاءالله باکی ندارد. به این علما اجازه دادگی هستند که شوهر بگوید تو به پول دست نزن، من تمام زکات تو را میبرارم، باکی ندارد انشاءالله. وقتی روزه داشتن خوراک را نمکش را بچشیم و نوک زبان روزه میشکند، روزه نمیشکند. فقط در کتاب های مذهب حنفی این را از مکروهات میگویند، از مکروه های روزه که بهترش انجام ندهید، اما انشاءالله روزه نمیشکند. این مسئله اتفاقی است. سوال داشتم: سجده تلاوت قرآن را می توانیم به حجاب یعنی رویمال معده انجام دهیم؟ درباره سجده تلاوت قرآن عزیزان، بعض علمای هستند که میگن عموما در وقت سجده تلاوت قرآن حجابم فرض نیست، طهارتم فرض نیست، یکی مهم سجده میروی با همین ساقط می شود. اما اکثریت علما میگن نه، سجده تلاوت قرآن یک عبادتی هست مثل نماز که حتما باید طهارت داشته باشی، حتما باید سطر داشته باشی. برای همین بعد از نمازتان که با سطرتان هستید، با طهارتتان هستید، برای دور شدن از همه اختلاف ها یک تا سجده تلاوت کنید، با همین از این اختلاف ها میبراییم. سوال دیگر می گفتید که آدم جمع میکنید برای درسی تجوید دادن. همین قصد دارم که در گروه های درسی شما داخل شوم. الله از شما راضی باشد. خواهرم ما درس ها رو شروع میکنیم تا یک گروه با بالا نرسیدن گروه دیگر کشاده نمی شود. یعنی آدم زمان وقتی که الکی گروه شروع شد با 200-300 نفر تا آنها تمام نکردن شاید یگان گروه دیگر شود، اما اساساً پای در پای گروه شده نمی شود. برای همین زیاد خواهرها هستند که انتظارن، اما مشکلی در این است که در وقت آدم جمع کردن 400 و 500 می شوند، در آخر رفته 30 نفر و 20 نفر می ماند. سبحان الله، مدت 1 سال است. به این خود من هم خود دیگه استاذه ها هم شاهد هستند که خواهرها با هوس 500 و 600 می درآیند و تا کسایی که به آخر می رسانند 20 نفر یا 30 نفر هستند. معلمه عزیز، درباره اعتکاف برای زنها کمتر معلومات میدادید. حدیث در بخاری هست همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در زمان پیامبر، در زنده بودن پیامبر، چی در پس از مرگ پیامبر اعتکاف نشسته بودن، اون هم در مسجد، چون که اعتکاف از شرطهایش در مسجد نشستن است. در خانه اعتکاف نشسته نمی شود و زن در اعتکاف وقتی اعتکاف می نشیند عیناً مثل مردها او نباید از مسجد خارج شود مگر برای ضرورت و در مسجد فقط با عبادت مشغول می شود. خوردن و خوابیدن جایز است. و در زمان پیامبر که زن و مرد مسجدشان یک بود، زنهای پیامبر اطرافشان چادر می زدن. الحمدلله اگر در این زمان باشد، زنها دیگر مسجدشون از مردها کاملا جدا هست و برای آنها اعتکاف نشستن مشکل ندارد، یگان مشکل ندارد. اما سنت است، لیکن از اینکه اعتکاف سنت است، زن به اجازه شوهر نمیتواند اعتکاف نشیند. یعنی برای اعتکاف نشستن زن شوهردار حتمی است که شوهرش اجازه دهد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنهای خود اجازه میدادند و زنهای پیامبر هم اعتکاف می نشستند.
و زنک همین که حیض شد اعتکافش ویران می شود. یعنی در وقت حیض عموما اعتکاف باطل می شود و باید بیرون شود. استاد جان میگویند که یا در جوانی یا در پیری، مثال در جوانی خرسند گشته باشی در پیری عذاب میکشی. همین راست است، در دین در این باره یکان دلیل نیست، اما زندگی همیشه و هو الذی اضحک و ابکی، میگوید پروردگار او هست که میگریاند و میخنداند. دنیا رفتش همین است که یکی خوشبختی میآید، یکی بدبختی میآید، یکی خرسند هستید، یکی خفه هستید، اما حتما در جوانیت زندگیت خوب بود، در پیریت بدبخت میشوی یا برعکس. این گپ اساس ندارد. طفل 8 ماهه زنده به دنیا آمده بود، دیروز وفات کرد، حتی شیر مادرش را نخورده است. دستگیر می شود روز قیامت، انشاءالله شفاعتگر مادر می شود. 8 ماهه کودک کلان است، باز زنده به دنیا آمده است. حتی بعد از 4 ماه و 10 روزگی کودکی که در شکم مادر می میرد، بعضی از علما میگن او شفاعتگر می شود، چون که در وی روح بود، و می جنبید. انشاءالله به همان حدیثی که با نافش کشاله کنان مادرش را به جنت میبرد یا سبب شفاعت پدر و مادرش می شود، هر کسی که طفل 8 ماهه زندهش را، آنی که 8 ماه به دنیا زنده آمده بود، داد، انشاءالله پروردگار اگر اجازه دهد به شفاعت او نائل می شوند. اما در مسئله شفاعت در درس عقیده در شرح طحاوی گفته بودیم که نباید اصلا پدر و مادری که کودک دادند یا کسی که در عائله‌اش حافظ قرآن است یا شهید است مغرور شویم که فلانی حتما مرا شفاعت میکند، چون الله میگوید و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضی. چقدر فرشته ها هستند در آسمان ها که آنها به کسی شفاعت کرده نمیتوانند مگر اینکه پروردگار به کسی اجازه دهد و از کسی راضی باشد. یعنی یگان انسان، حتی فرشته هایی که مقرب درگاه پروردگار هستند شفاعت کرده نمیتوانند مگر الله بخواهد. برای همین از الله باید جنت طلب کنیم، از الله بخواهیم، اما امید است که پروردگار مثلا با رضاگی پروردگار پیامبر شفاعت میکنن یا مثلا حافظ قرآن شفاعت کردن در حدیث آمدگی است یا شهدا، انشاءالله این رو فقط باید به رضاگی پروردگار وابسته کنیم که پروردگار اجازه دهد و خواهد انشاءالله شفاعت میکند. نماز شب قدر چگونه خوانده می شود؟ التماس مفصل می گفتید. درباره شب قدر که الله نصیب کرده باشد دیروز دیگر شب 21 بود و خیلی حدیث در بخاری است. شب‌های قدر یکی از شب‌های توقع است. دیروز بود و الله نصیب کند روز دوشنبه یکی از شب‌های قدر است، روز چهارشنبه هم یکی از شب‌های قدر است و روز جمعه هم یکی از شب‌های قدر است. با این می شود 23 25 27 و روز جمعه هم یکی از شب‌های قدر است. عزیزان در شب‌های قدر شما چقدر خواهید عبادت خالصانه کنید، اما مخصوص نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز شب قدر، گفتن نیت کردن در همان رکعت حتما سوره این انزلناه فی لیلة القدر را خواندن یا 10 بار سوره قل هو الله احد را خواندن یا مخصوص یک دعا خواندن نآمده است. پیامبر شب‌های قدر را با عبادت می‌گذرانیدند و شب‌های قدر را با عبادت گذرانید گویان فرزندان خود را، همسران خود را بیدار می‌کردند، اما مخصوص این شب همین گونه 2 رکعت، مثلا نماز تسبیح 2 رکعت شکل مخصوصش دارد، در نزد جمهور علما مستحب هست که مثلا در رکوع، در سجده، بین سجده ها بعد از خستن از رکوع دعای مخصوص میخوانید. اما مثلا درباره همین یا نماز استخاره پیامبر دعای مخصوص گفتگی هستند که بعد از سلام دادن شما دعای مخصوص استخاره را میخوانید. لیکن درباره شب قدر مخصوص همین نمود نماز خوانید آمدگی نیست در یک آنجا و در ماه هست که برای مردم را از عبادت تمام شب باز مانندن. در بعضی کتابچه ها 2 رکعت تو نماز میخوانی، لیلة القدر گفته نیت میکنی، این انزلناه فی لیلة القدر رو میخوانی، با همین تمام تو دیگر به عبادت این شب نائل شده گویان مردم را همین گونه تنبل کردگی هستند. این یگان اساس ندارد. شما همون نماز تهجدتان را، نماز تراویحتان را چقدر خواستید، نماز شبتان را، شرطش این است که با اخلاص باشد، با یقین باشد.
دور و دراز و با تمام آرامش باشد انجام دهید. تهجد نیت کنید اما تمام شب با دعا و با ذکر گذرانید. مخصوص همین گونه 2 رکعت نیت کرده همین گونه نماز قدر خوانه در نه مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه آمده است نه یگان دلیل دارد که کسی میگه 2 رکعت مخصوص نماز شب قدر است که آن رو خوانی بعدن گویا ثواب شب قدر رو میگیری. این گپ اساس ندارد. سوال دیگر: من در دختریم نمیدانم صنفی چند بودم اما حیض نشده بودم. رمضان در ماهای گرم آمده بود. 2 روز روزم را در بازار خوردم از تشنگی. کفاره دارد مادامی که حیض نشده بودید؟ در این وقت معنیش این است که شما به بلاغت نرسیده بودید، کودک بودید و انشالله یگان کفاره ندارد. یگان کفاره ندارد چون که قلم برداشته شده است از کودکان تا اینکه به بلاغت رسد. و درباره‌اش حدیث است. معلمه جان درباره حدود ینگه با دادر شوهر کمی میگفتید. این رو در زمان حاضر کسی به این اهمیت نمیدهد. میگویند یک جایک خوراک خوردن ممکن نیست روشنی اندازد. برادران شوهر برای زن کلا نامحرم هستند. پدر شوهر محرم ابدی هست. فرزندان شوهر، نبیره های شوهر برای زن محرم ابدی هست اگر شوهر زنی دیگر داشته باشد. اما برادرای شوهر همشان نامحرم هستند و وقتی پیامبر به صحابه ها میگن، حدیث در صحیح هست که ایاکم و دخول علی النساء، شما وقتی که زنها تنها به تنها هستند با آنها ننشینید، نزد آنها داخل نشوید. یک نفر میپرسد که ول همو خویش و تبار شوهر چی؟ مثلا برادر شوهر، جیانهای شوهر. پیامبر میگن همو موت، مرگ است خویش و تبار شوهر. یعنی تو گمان میکنی که برادر شوهر محرمت هست، به حضور با او خنده و شوخی میکنی، مینشینی، اما او نامحرم است. برای همین وقتی شوهر او، لیکن عزیزان این چیز رو باید بدانید، برادر شوهر من نامحرم است گفته او بیاید او را مهمان نکردن و حتی عموما مثل یک انسان بیگانه معامله کردن، این بد اخلاقی است. آره او به تو نامحرم است اما او صله رحم شوهرت هست، او برادر شوهرت است. با او سلام علیک کردی گناهکار نمیشوی؟ خانه آمد او رو مهمان کردی گناهکار نمیشوی؟ با او تنها به تنها نشستن ممکن نیست. با او مثل برادر خودت خنده و شوخی های بی محل جایز نیست. با او مثل محرم خودت به سطر نشستن ممکن نیست. تنها سفر کردن ممکن نیست. اما او آمد در نزد شوهرت، به او دسترخوان کردی، از او مهمان نوازی کردی. او مهمان صله رحم شوهرت و او این چونین به فرزندان تو صله رحم هستند که اگر تو تماما مثل بیگانه با او معامله کردی، در این وقت گناهکار میشوید. برای اینکه صله رحم بعضی علمای هستند که میگن صله رحم شوهر مثل صله رحم خودت هست که باید احترام کنی. یعنی وقتی میگیم نامحرم است، اینجا رو بدانید که مقصد از نامحرم گفتن این نیست که او را تماما این نامحرم بوده است از خانه برآورده. ران من بعضی خواهرها رو شنیدم که سبحان الله خود را اهل تقوا گیران به شوهرشان گفتن که برادرت از خانه ما برآمده رود، در کوچه خوب کند او نامحرم است. یعنی این تماما به انصافی و از دین به خود یک سختگیری کردن و دو برادر، دو سیله رحم رو از هم جدا کردن است. ممکن نیست. آره خیلی گفته ایستادم عیناً مثل برادرت معامله کردن ممکن نیست، اما احترامی که برای سیله رحم شوهرت میکنی که سیله رحم شوهرم هست، سیله رحم فرزندانم هست، به این اجر میگیرید. سوال دیگر: شوهرم بوالهوس زنهای کوچه به چشم علا می کند. می توانم برای او شده قاشم را رشتی شفکه کنم؟ چشم بیگانه ها می افتد. خواهرم به فکرتان شوهری که بوالهوس هست با قاش زیبای شما از بوالهوسیش بر می گردد؟ یعنی شوهری که خودش قلباً مریض است و به همین چیز عادت کرده است، شما اگر مثل حوری بهشتی شده آید هم او دیگر همون کارش را دوام می کند. اکثریت مردها یکی میگویند به راهبت میروند، تقریبا زنی بیزیب ندارند. زنشان 1000 بار از همان دخترهای کوچه زیبا است و دیگر این یک مریضی است یا گفتیم پلیدی هست، گناه هست که به این عادت کردن. گمان نکنید که با رستشافه کردن قاشهایتان یا چیدن قاشهایتان یکی شوهرتان کلا گناه را ترک میکند. به راهبت رفتن چند سبب دارد. یکی این است که در حقیقت شما مثل زن او را قانع نمیکنید یا اهمیت نمیدید. یکی این است که خودش آلوده گناه است، در طبیعت و خلق و وجدانش در خودش افلاسی است که او از این دست کشیده نمیتواند و سببی به این گناه ها رفتن دوری از الله است. یا بی ایمانی هست یا کم ایمانی هست.
چیکار کنیم که دیگر گناه نکنیم؟ توبه میکنم، استغفار میکنم، باز گناه میکنم. خواهرم طبیعت انسان همین گونه است. یک شمانه تقریبا تمام انسان ها، انسان تا آخری عمر مجادله دارد، تلاش دارد با شیطان، با نفسش، یعنی با خودش، با خواهش های خودش، با هوای هوس خودش. اگر گناه کردید اصلا ناامید نباید شوید. چرا اینقدر درباره توبوا الی الله جمیعا آمدگی است، یا ان الله یغفر الذنوب جمیعا آمدگی است، یا لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نباشید، توبه کنید. حتی درباره متقیان در سوره آل عمران آمده است که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله. یعنی اهل متقیان هم بعضا گناه میکنند. گناه کردن یعنی انسان طبیعتا خواه نخواه گناه میکند. مهم این است که شما پشیمان شوید و توبه نصوح کنید که از گناه برمیگردم دیگر. من در توبه هم ثابتم. یکی باز نشد و به گناه برگشتید، انشالله باز توبه کردید، الله بخشنده مهربان است. اما اصلا گمان نکنید که انسان دیگر مثل فرشته است و کی نباشد هم یک گناه کرد و توبه کرد اصلا به آن گناه بر نمیگردد. خواه نخواه انسان انسانیتش هست و گناه میکند. استازه عزیز، اگر ماشین یا که خانه خریدگی باشد به نیت استفاده بری اولی استفاده بردگی نیست، زکات میتید؟ زکات نمیدید. در خانه و در ماشینت، در حدیث در خانه و در اسبت آمدگی است، زکات نیست. مادامی که شما برای خودتان خریدید، برای تجارت نخریدید، آن زکات ندارد. وقتی که کتاب قرآن را، سوره را، آیاتهایش را ممکن به مؤمنای مسلمان گذشتگان بخشید. گفتند که بخشیدم آیات قرآن را به مؤمن مسلمان ها و نامبر کردم. درباره بخشیدن قرآن عزیزان، از اینکه حدیث در بخاری هست که وقتی نفره میپرسد که آیا صدقه کنم و به پدر و مادرم صدقه من ثوابش میرود، پیامبر اجازه میدهند. یا پیامبر مثلا دعا کردن به تمام مسلمان ها را در نمازمون، رب اغفر لی ولی المؤمنین و المؤمنات، میگیم این سنتی پیامبر است. در نزد جمهور علما، یعنی اکثریت علما، بخشیدن عمل صالح، قرآن را ثوابش را بخشیدن به مرده ها جایز است. یا اینکه تسبیح یا صدقه یگون کاری خیر کرده یا عمره کرده به مرده ها بخشیدن جایز است. بعضی از علما هستند که میگویند برای مرده ها همون چیزی را میبخشی که پیام بخشیده بودند و اجازه داده بودند. اون هم یا در حقشان دعا میکنی، یا در حق پدر و مادرت حج میکنی اگر اونها حج کردنی بودند و نکردن، یا اینکه صدقه کرده میبخشی. دیگر هیچ چیز نیست، دیگر هیچ چیز نیست. اما پیامبر برای تمام مؤمنان همیشه دعا کردگی هستند و دعا کنید در نماز گفتگی هستند. اما مخصوص همین قرآن را خوانده به ارواح مرده ها بخشید یگان حدیث آمدگی نیست. برای همین این مسئله بین علما اختلاف است. معلمه جان، همین سری قبری یک دقیقه. معلمه جان، همین سری قبری خویشاوندان را وقتی میروی خبرگیری باید طهارت داشته باشی. برای آیت‌های قرآن را به آنها بخشیدن در جای سر منزل. طهارت برای زیارت قبر حتمی نیست و به قبر هم وقتی میروید اساسا برای دعا کردن میروید و برای یاد آخرت میروید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن قبرها را زیارت کنید برای آنکه آخرت را به یاد شما می آورد و دعایی که شما سر قبر میکنید انشاءالله در حق مرده به اذن الله اجابت است و به او رفته میرسد. و اگر یکی شما قرآن خواندید، که بعضی علما اینم چه خیلی گفتم مثل بخشیدن به مرده مسئله اختلافی هست، طهارت یکی نداشته باشید و از دهان گفتید باکی ندارد انشاءالله. مرا مجبوراً به خویشم شوهر دادن ولی خوشبخت نشدم. در این کار پدر و مادرم را سبب دانسته با آنها بسیار جنگ می شوم. میدانم کار تقدیر است ولی تن دادن نمیتونم. مصلحت دهید. خواهرم، مادامی که خوشبخت نیستید، به جای جنگ و جنجال کردن راه خوشبختی را پیدا کنید. یعنی با جنگ و جنجال مسئله شما حل نمی شود. با این شما گذشته رو برگردانده نمی توانید. پدر و مادر حق ندارد کسی دختری خود را مجبوری به کسی به شوهر دهد و دختر هم در همان لحظه حتی نکاح رو ویران کرده می تواند. اما با جنگ و جنجال کردن با پدر و مادرتان بدانید که شما تقدیرتان رو دیگر کرده نمی توانید. به جای این راه دیگر ببینید که با کدام راه می توانید زندگیتان رو خوب کنید.
میگفتید که در روز عید به زنها رفتن به نماز عید به مسجد جایز است، حتمی است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث معتیه در بخاری مسلم است که میگویند پیامبر حتی زنهایی که حیض بودن میگفتند به نماز اشتراک کنید، شما نماز نخوانید هم شاهد باشید این تکبیر و دعای مسلمان ها را، برای آنکه نماز عید را اساسا در داخل مسجد نبود در یگان جایی کشاد میخوانند، در میدان و در حوله های مسجد میخوانند. زنها را پیامبر تماما از خانه نمی برآمدگی دخترهای خانه را و حتی زنهای حایضه را میگفتند شما هم خارج شوید، که زن به این خیلی ثواب میگیرد و زنها کودکان باید بروند. استاذه جان، آیا زن به مسجد رفتن نماز خواندنش جایز است؟ میگویند زن باید در خانه نماز خواند. زن در مسجد نماز خواند گناهکار نمی شود. حدیثی که پیامبر میگویند نمازی که در خانه زن میخواند بهتر است از نمازی که در مسجد میخواند، این معنایش اصلا این نیست که در مسجد نماز خوانی گناهکار میشوی. و هر کسی که میگوید مسجد برای زنها مکروه است، این گپ خلاف دلیل است. لا تمنعوا ایماء الله مساجد، حدیث در بخاری است که زنها را از مسجد باز نمانید. یعنی زنها باید نمازشان را اگر خواستند خوانند و زنها در زمان پیامبر به نماز جمعه هم میرفتند، به نماز 5 وقته هم میرفتند که دربارش حدیث ثابت آمدگی است. علل خصوص در زمان حاضر عجیبش این است که زنها به مهمانی و به کوچه و بازار و خرید روند با که نبوده است، به مسجد رفتن مکروه بوده است. اگر مسجد رفتن مکروه باشد دیگر خرید و کوچه به کوچه گشتن رو کلا باید حرام کنیم. معلمه شبها ساعت 2 میخیزم، نماز تهجد میخوانم، سحرخوری میکنیم، بامداد رو میخوانم، باز خواب میروم. درست است؟ با که ندارد. بعد از بامداد خواب نکردن این یک مستحب است، ثواب دارد که بعد از بامداد تا آفتاب برآمدن خواب نکرده شما ذکر کنید و نماز ضحی خوانید، اما یکی خواب کردید گناهکار نمیشوید. قرآن را خوانده نتوانی، از روی تلفن خوانی می شود. البته از روی خوانده او کم و بیش میفهمم، میترسم خطا نباشد. یعنی از روی تلفن، یعنی یک نفر میخواند شما گوش میکنید، مقصد همین باشد، از هیچ نبودن یک چیز است. اما قرآن را همه میتواند یاد گیرد. خواهر که همین سوال را دادید، پیر و جوان، 60 ساله و 70 ساله، من شخصا شاهد بودم که کامپیوترهایی که از 70 گذشتند قرآن خوانی را یاد گرفته بودند. همه میتواند اگر حرکت کند قرآن خوانی را یاد گیرد و این بهانه نجسته یک کم باید تنبلی ها را برکنار کرد. تراویح را طاقه خوانی می شود، یگان با که ندارد. تراویح را با جماعت خوانید هم می شود، طاقه خوانید هم می شود. پیامبر با جماعت هم خواندگی هستند، تنها هم خواندگی هستند. معلمه جان، درباره ختم کردن کتاب قرآن در رمضان می گفتید بسیاری از آدم ها چند بار تمام می کنند، گفته تست می خوانند ولی معنای او را نمیرن. یعنی برای معنای قرآن را فهمیدن باید زبان عربی داشته باشند. خواهر و برادرانی که زبان عربی نمیدانند آنها فقط به خاطر رضاگی الله برای ختم میخوانند. در اینجا چقدر زیاد خواندن ثواب است. بعضی علمای هستند که میگویند نه، از در یک هفته یک بار ختم کنید، از آن شتاب نکنید. یا بعضی میگن 3 روز، یعنی 10 باره کرده. بعضی میگویند 5-6 روز. اما به هر حال چقدر خواهید میتوانید ختم کنید. یعنی شما اگر در یک رمضان 3 بار 4 بار ختم کردید باکی ندارد، مادامی که شما در وقت خواندن آیت کلمه خواندید. البته پیامبر فقط 1 بار ختم می‌کردند و فقط در آخریان عمرشان 2 بار ختم کرده بودند، ولی می‌دانیم که پیامبر آیت به آیت معناهایش را می‌فهمیدند. و خواهر و برادرانی که عربی را نمی‌دانند و میگویند من 2 بار 3 بار ختم می‌کنم، و این ثوابشان را می‌گیرند ان شاء الله. سوال دیگر، معلمه اگر شوهر زن بمیرد، زن باید 4 ماه و 10 روز از خانه نبراید، آیا همین زن به خانه مادرش هم نرود؟ زن به کجا رفتنش ممکن است؟ در وقت عده که الله میگوید والذین یتوفون منکم بود حاضر والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشر در سوره بقره هست که زن که شوهرش میمیرد 4 ماه و 10 روز باید عده انتظار شود. در نزد جمهور علما در وقتی فقط ضرورت به بیرون برآمدنش جایز، در غیر ضرورت نه. یعنی به خانه به جای شما رفته مادر را دیدن، بهترش مادر اگر شرایط داشته باشد بیاید
مادر خودش بیاید. تا میتواند از خانه فقط برای ضرورت که علاج نبراید در وقت عده هر چی زن در خانهش انتظار شد بهتر است. اما گفتیم نه، پدر و مادر پیر هستند، بیمار هستند، آمده علاج خبرگیریشان نیست. در اینجا خبرگیری پدر و مادر فرض می شود و شرایط یعنی ضرورت می شود و دیده آمده می تواند. اما زنی که شوهرش مرده است و 4 ماه و 10 روز در عده است تا می تواند در همین 4 ماه و 10 روز از خانه در غیر ضرورت بیرون نبراید. ضرورت گفته میدونیم بیماری هست، یک جایی هست که نروید علاج نیست، اما به جای خود کسی را فرستاده میتواند نروید هم میشود. در این حالت ها بهترش بیرون نبراید که این تقوا هست. من کودک میده دارم. نماز تراویح را گاه شبها 20 رکعت خوانده نمیتوانم. کودکم گریه میکند. 8 یا 12 رکعت میخوانم. درست است؟ البته درست است. خیلی گفتیم 8 رکعت خوانید هم ثوابش را میگیرید. حتی هیچ علاج نداشتم و من فقط 2 رکعت خواندم، گفتید به آن هم ثوابتان را میگیرید. آیا ولجن سلفیت که حرام است به خاطر اسپریت داشتنش؟ اگر اسپریت داشته باشد استفاده نکنید. کم علمایی هستن که میگن اسپریت فقط خوردنش حرام است و خودش نجاست نیست. در مذهب امام مالک هست این چیز. کم علما هستن، اما اکثریت علما میگن مادامی که میدانی اسپریت است و این نجاست از خودش هم اینه ریتس میگوید الله پلیدی هست که از آن استفاده نکنید. ولیکن اسپریت از اسپریت فرق میکند. بعضی اسپریت ها کرکرد میشوند و تماما دیگر صفت مسکونیشان رو به یک عطر تبدیل میشوند. معلم من 250 کیلومتر راه برآمدم و در بیمارخانه بستری شدم و من معلوم نبود که چند روز خواب میرم و من نماز رو، فرض ها رو، قصر و سنت ها رو پوره خواندم و 1 هفته دوام دادم. دوامش آیا من گناهکار هستم؟ شاید. یگان باکی ندارد. مادامی که شما کی از بیمارستان مرخصی میشوید نمیدانید، کی به خانه برمیگردید نمیدانید، شما میتوانید تمام فرض ها رو 2 رکعت خوانید اما سنت رو نخوانید هم میشود. یعنی در وقتی که نماز فرض قصر میشود سنت برداشته میشود، سنت ها رو نمیخوانید. اگر یکی گفتید نه من میخوانم، به این هم گناهکار نمیشوید. در تقاره‌ای که لباس کودک شسته شده است می شود نمازی کرده، یعنی با آب و صابون شسته با لباس نمازی را در درونش بشوییم. شستید، باز یک بار دیگر شستید و تازه می شود. در یگان جا آمدگی نیست که تقاره جدا برای لباس کودک داشته باشی یا در حاضر زمان ماشین لباسشویی مخصوص کودک داشته باشی، مخصوص خودت داشته باشی. با آب تمامی نجاست ها پاک می شود. یکون باکی ندارد. فطر روزه را کی باید دهیم و آیا به جیان دادن ممکن است؟ فطر روزه بهترینش یعنی صحابه ها 1 روز 2 روز پیش از عید دادن را شروع میکردن و وقتی اساسیش پیش از نماز عید است، سحری پیش از نماز عید. شما پگاه عید است از همین روز دهید هم میشود یا 1 روز پیش، یعنی 2 روز پیش از عید دادن را شروع کنید بهتر است، اگرچه بعضی علما نه کمی دیگر بر وقتتر دادن را هم اجازه میدهند. فطر روزه را جیانتان اگر محتاج باشد و او دیت باکی ندارد، چون که فطر روزه اساساً خوراک برای محتاجان است. مادامی که محتاج است به او داده می شود. آیا زن نماز جمعه را خواند یکتا خودش جایز است؟ نه، نماز جمعه با جماعت است. از فرضهایش با جماعت است. زنی که به مسجد به جماعت نمی رود در خانه حتی نماز جمعه خوانده نمی شود. این مسئله اتفاقی است. اگر 100 تا مرد باشند هم به مسجد نروند و مسجد نباشد، در خانه همه نماز پیشین جماعت کرده می خوانند، اما جمعه فقط در مسجد می شود. زن اگر به مسجد نمی رود در اینجا نماز پیشین را عادی می خواند. کمی عاید فطر روزه معلومات میدادید برای چی باید فطر روزه دهیم؟ درباره فطر روزه هم یک ویدیوی خیلی کامل ما داشته بودیم در همین راه نور که بکی ها دهیم کی دهیم. فطر روزه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روزه های شما رو تازه میکند. یعنی هر خطاگی که هر بعضی کمبودی هایی که شما در وقت روزه داری انجام دادید با فطر روزه آن کمبودی ها پاک می شود و این چنین خوراک هست برای محتاجان. طعمة للمساکین است، یعنی محتاجان از فطر روزه شما بهره مند می شوند، ثواب می گیرند. هم خرسندی برای غم بغلان است، هم پاک کننده خطاگی ها یا جبران خطاگی هایی که در روزه شما کردید و مقدارش هم الحمدلله خیلی کم است. همگی 3.5 کیلو از خوردنی ها، از آذوقه هایی که ذخیره کرده می شوند مثل برنج و یا آرد و یا میوه های خشکی از سری هر یک نفر خرد و کلان با یا غم بغل برآورده می
شود. اگر یک نفر گفت در خانم هیچ چیز ندارم، خیر دیگر به او فرض نیست، اما آنهایی که در خانه ارد دارن از همون اردشون باید برآورده دهن، هیچی نداشته باشن هم یقین کنند که به آنها برمیگردد. یعنی فطر روزه مثل زکات نیست که حتما باید بایها دهد. آیا حامله‌دار روزه نگیرد و تراویح خواند می شود؟ البته می شود. یعنی قبول می شود. درباره قبولش در دست پروردگار است. من صحبت کردنم گناه است که الله تو رو قبول کرد، تو رو نه، نعوذ بالله. اما درست است که تو که به سبب حامله‌داری، که حامله‌داری همچون یک عذر است، کسی به خاطر حامله‌داری روزه نگرفت و بعدا قضاش را میگیرد، به این گناهکار نمی شود. اما آره تراویح را خواند، شبای قدر و شب زنده داری کند، از برکت اینها البته که با خبر باشد. آیا قش را لمینی روانی کردن جایز است؟ لمینی روانی گفته شما رنگی که چند ماه می استد آن را در نظر داشته باشید، درست نیست. برای آنکه آن رنگ آب را نمی گذراند، برای همین یک خل می استد. قش یک حالت می استد. مثل لک ناخن ها هست که آب را نمی گذراند، موی قش تر نمی شود و آن جایز نیست. خواهر مهربان پرسیدنیم که مهر را به شوهر بخشیدگیم، به من یگان چه لازم نیست، فقط زندگی شیرین باشد. آیا این درست است؟ زنک مهر حق زن هست، خواهد می بخشد، خواهد می گیرد. اگر شما گفتید که من بخشیدم و من نمی گیرم، به این گناهکار نمی شوید و البته که درست است. آیا چند عمره کردن ثوابش را به گذشتگانمان بخشیم افضل است یا گرد کعبه طواف کردن و نمازهای نافله خواندن افضل باشد؟ کدامش بیشتر است؟ خواهرم اگر درباره طواف ببخشید درباره عمره را بخشیدن چه خیلی گفتم، بعضی از علما اجازه داده هستند که عمره کردید و ثوابش را به گذشته ها بخشید. اینجا قرار شما هست. عمره کردید و بخشیدید، کلی عمرهتون ثوابش به او می رود. فقط طواف کردید و نماز خواندید، به خودتان ثواب میگیرید. قرار در دست شما است، اینجا کدامش رو خواهید میکنید. ما در اروپا هستیم، آیا در اینجا افطار دهیم افضل است یا به کمبیزاعتانی تاجیکستان فرستیم؟ در اروپا اگر مقصد از افطار دادن قمبغل را سیر کردن نیست، مقصد روزه‌دار را سیر کردن است. روزه‌دار را و هر کسی روزه‌دار را، چی در تاجیکستان باشد چی در اروپا باشد، شما شکمش را سیر کردید، یعنی افطار داده، ثوابی روزه او را شما هم میگیرید، او هم از اجرش کم نمی شود که پیامبر در این باره خبر دادن صلی الله علیه وسلم که کسی روزه‌دار را سیر کند یا افطار دهد مثل او اجر میگیرد و از اجر روزه‌دار کم نمی شود. در کجا افطار دهید هم ثوابش را میگیرید و افطار مثل صدقه فطر نیست که حتما به قمبغل افطار دهید، حتما به قمبغل افطار دهید و اگر شرایط داشته باشه در هر دو جا دهید، در اروپا هم دهید، در تاجیکستان هم دهید. معلمه عزیز، من 2 سال می شود با زن هیبرم قهری ام. او زنی خیلی بد اخلاق می باشد. من به او گپ زدن می ترسم، نمیدونم چیکار کنم. خیلی غمگین به من مصلحت می دادید. سلام دید به او، غمگین نشده. با کسی بد اخلاق با قهرگی خلاص نمی شود. قطعی رابطه می کنیم به خاطر بد اخلاقیش که ضررش نرسد، اما قهرگی برای مسلمان حرام است، بد اخلاق باشد هم. با او سلام دید، احوال پرسی کنید، فقط نزدیکی نکنید. سلام دادید و جواب نگرفتید، شما ثوابتون رو میگیرید و گناهش را. معلمه عزیز، آیا عمل کنی و در فکرت هر خیل فکرهای ریاگی آید، خیرت نیست می شود؟ آیا به هر خیل فکرهای بد گناهگار می شویم؟ فکر چیزی دیگر است، نیت چیزی دیگر است. یعنی شما نیت کردید به خاطر الله و یک عمل را شروع کردید، هر فکری که شیطان به سرتان میزند به آن اهمیت ندهید. یعنی شما در همون نیتی خود برگشتن گیرید. خیلی گفتم انسان، حسن بصری بود قولی، با نیتی ثابت و با نیتی نیک ایستادنش خیلی دشوار است. خیلی جهادی جدی میخواد که شما نیتتون رو ویران نکنید. اما نه من نیت میکنم و باز فکر ریا آید نمیکنم، نگوید که این هم یک راه زدن شیطان است. فکر نیت کردید، عمل رو انجام دید، فکر آمد، با فکر خود جنگ بکنید. یا گفتیم بالای فکرهایی که ریا هست و حتما از نفس اماره بالسو هست یا از طرف شیطان است، با آن بجنگید که از بین برود و پروردگار از تو عملی خالص متقبل قبول درگاهت را میخوام. گویان باید زیاد دعا کنیم. خواهران عزیز، شیطان را یگانه پروردگار است که میتواند از ما دور کند. برای همین الله چی میگوید؟ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از الله از شیطان پناه ببر. زیاد دعا کنیم که پروردگار را خودت
از من شیطان را دور کن که در نیت‌های من آمیخته نشود و در عمل‌های من آمیخته نشود. آیا شوهر حق دارد از مال زن بدون اجازه اش بخورد؟ حق ندارد. زن هم حق ندارد مگر اینکه گرسنه ماند برای اینکه سیر کردن شکم زن به گردن مرد فرض است، اما پول مالی زن را به اجازه اش گرفتن یک دزدی است که به این گناهکار می شود. حتما باید با اجازه اش بگیرد. کودکی 1 ساله دارم، شیر میدهم، باز نفهمیدم حامله شدم. من روزه داشته ایستادم، گناهکار نمیشوم؟ انشالله مادامی که به سلامتیتان ضرر ندارد، کودکتان ضرر ندیده ایستاده است، اصلا گناهکار نمیشوید. آیا زن میتواند دارو استعمال کند و در شبهای قدر کسل ماهانه نشود؟ خواهران عزیز، زنهای پیامبر در شبهای قدر در حج کسل ماهانه میشدند. شما اگر کسل ماهانه شوید معنیش این نیست که بی ثواب میمونید. شما مثل یک زنی پاک ثواب میگیرید. نماز خوانده نمیتوانید اما دعا کرده میتوانید، ذکر کرده میتوانید. اگرچه علمای هستند که به این اجازه میدهند درباره دارو خوردن، اما بدونید که دارو به شما ضرر دارد و من حتی 100% یقین دارم که اون دارو کلا حیض رو از شما محکم نمی کند. یک نفر نه، خیلی نفران زیاد به من نوشتگی هستند که من دارو رو خوردم برعکس شد، از 7 روز 15 روز میشدگی شدم، یا اینکه زیاد نمی بیاید و کم کم اومدم میگیرد، حیران ماندم. داروهایی که حیض را قطع میکند در وقت حج حتی وقتی اجازه میدهند علما، خواهرایی که در وقت حج استعمال کردن شکایت دارند که هیچ فایده نکرد یا برعکس ما رو سرسام کرد، یکی می آید یکی نمی آید. برای همین خود را بیهوده به مشقت به آن چیزی که به جسمتان ضرر میرساند اجازه ندهید. اگر حیض شدید با دعا و با عبادت و یعنی با ذکر و با دعا شبهای قدر را انشاءالله دریافت میکنید. اپا جان کودکم کسل بود، از سبب هیچی نخوردنش فقط شیر میخورد. من روزه ام رو خوردم، گناهکار نیستید انشاءالله به خاطر شیر دهی. اگر شما اینکه از شیر ماند و کسل شد اگر روزه نگرفتید، شما سبب دارید که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه دادگی هستند برای زنهای حامله و شیر دهنده که روزه نگیرند، باکی نیست. انسانی که معده‌اش مشکلی دارد یعنی بیمار است، در وقت روزه‌داری زرد جوش می شود، خوراک‌های خورده‌اش به گلویش می آید، مزه خوراک می ماند در دهان. در این حالت روزه می شکند؟ اصلا نمی شکند. مزه آب هم در دهان ما می ماند. هر باری که به دهان آب می گیریم و ما چی می کنیم؟ غرغره می کنیم یا اینکه دهان می شوییم. ان شاء الله به روزه‌اش هیچ ضرر ندارد. زن میتواند به اجازه شوهر در رمضان صدقه کند یا اینکه از پسابی فرزندش صدقه کند؟ خواهرم از پول خودش میتواند، زن از پول شخصی خودش به کسی خواهد در رمضان و غیر رمضان صدقه کرده میتواند، اما از پول شوهرش یا از پول خانواده یا از پول فرزنده پول زن نیست که از او خیل خواهد استفاده کند و مال فرزند اساساً وکیلش یا گفتیم نگهبان مال فرزند پدر هست که مال فرزندها در دست او میستد. وقتی به وای رسیدن به آنها میرساند، اجازه ندارد زن پول آن کودکانی که از آن خودش نیست به اجازه شوهرش گیرد و صدقه کند. حتما باید با شوهرش در این باره مصلحت کرد. من از پول خودم خیر کنم به اجازه شوهرم آیا گناهکار میشم؟ عیناً همین سوال که جواب دادم. استاد جان درباره زکات میفهموندید که آیا حتمی است که به آدم زکاتگیر گویم که زکات مرا گیر؟ چند ملاهای تاجیک رو پرسیده میگن حتمی است که باید زکات من این گفته دهید. شاید ملا گفته شما یگان بی سواد رو پرسیدید. برای اینکه در زکات دادن مهم نیت زکات دهنده است. شما نیت کردید که من زکات داده ایستادم، همین است، حتمی نیست و بیچاره به بگوید تو که محتاج هستی من زکات مرا بگیر. این در یگان چه اومدگی نیست و کسی در دین به این چیز فتوا نمیدهد اگر صاحب علم باشد. معلمه محترم، سوال من چنین است: من 6 روز بینماز شدم، 2 روز خواب شدم، گفته خستم، روزم را گرفتم، نمازم را خواندم، باز روزانه بسیار نه 2 بار 3 بار بینماز آمد. در این وقت بینماز هستید. یک زن تا 9 روز 10 روز، بعضا در نزد جمهور علما تا 15 روز علل خصوص به بی‌قوتی رابطه دارد. در رمضان بی‌قوت که شدید بعضا زیادتر هم می آید. در اینجا همون 2 روز را هم قرض حساب کرده ان الله بعد از رمضان میگیرید. معلمه جان نماز شب قدر من درباره‌اش جواب دادم در بالا. درباره نماز شب قدر اپا جان، من پیش از ماه رمضان شریف روزه نذری می داشتم، اکنون در رمضان روزه رمضانی می دارم.
خدا را شکر و من باید قضای نظرم را گرفتنم در کار. مادامی که نظرتان چند روز بود، نظر عینا مثل فرض می شود. آره آن چند روز مانده باشد آن را می گیرید، یعنی رمضان را نیو قرض نه، چند روز بقیه مانده شما نگرفتید آنها را می گیرید. میخواهم بفهمم حاجتخانه از جای طهارتخانه ما در یک جا می باشد. ما می توانیم در وقت طهارت کردن و غسل کردن بسم الله الرحمن الرحیم گوییم، نیت های طهارت و کردن را گوییم. طهارت یگان نیتی مخصوص ندارد. طهارت نیت ندارد که تو با دهانت گفته بعداً طهارت کنی. غسل یگان نیتی با دهانگویی ندارد. یعنی این پیشتر هم گفته بودم که در تاجیکستان همین گونه چیزهای بدین آوردم که هیچ در دین وجود ندارد. یگانه در نماز نیت کردن با زبان در مذهب ابو حنیفه مستحب است. قول راجحش مستحب است که نیتی در دلت بوده قوی تر شود، اما نیت کردم طهارت کنم، نیت کردم غسل کنم وجود ندارد. و مادامی که میدونید حاجتخانه است خواه نخواه یگان نجاست است، بسم الله رو پیش از داخل شدن بگویید، همون کفایه است. یکی به بسم الله شما طهارت کردید، هم بسم الله گفتن از فرض‌های طهارت نیست، سنت است که نگفتید گناهگار نمیشوید. سلام، من یک سحر نیت کردن رو فراموش کردم، بعدا نیت کردم. نیتی که شما پیش از رمضان گفتید من این رمضان رو روزه میگیرم، برای تمام رمضان کافی است. از شب گفتید فردا روزه میگیرم، همین کافی است. حتمی نیست که هر پگاه روز خیزید بگوید نیت کردم روزه دارم تا صبح و تا شام. این در یگان جا نیست. این چیز هم نیت جایش قلب است. با دلتان گفتید من پگاه روزه میدارم، همین کافی است برای شما. استاذه اگر از آدمی روزدار از میلکش خون بیاید و خبر نفهمیده فرو برد، روزهش میشکند یا باطل میشود؟ هیچ چیز نمیشود. نفهمیده باشد، نفهمیده کلا خوراک خورد روزتان نمیشکند. خونی میلک دندان یک طرف استاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کسی در وقت روزداری بخورد یا بنوشید روزش را دوام دهد که الله به او رزق داد. نفهمیده یک کم خون رفت، ان شاء الله روزتان نمیشکند. روزه قضایی را بعد رمضان 2 روزش را گرفت و باز یک چند روز پس از 2 روز دیگرش می شود؟ البته می شود. پای در پای فرض نیست. قضای روزه رمضان حتمی نیست که پای در پای بگیرید و این مسئله اتفاقی است. در یک هفته یک بار گرفتید، در یک ماه 2 روز گرفتید، همش انشالله جایز است. من 4 ماه حامله دار، یک روز به حد گشنه شدم، 3 روز روزه رو خوردم. باکی ندارد به خاطر بیماری، یعنی حامله داری مثل بیماری هست، شما روزه خوردید به این گناهگار نمیشوید، یک روزه قضایتان را میگیرید. من در 10 شب آخری رمضان میخواهم شب زنده داری کنم. من میتوانم از شام تا بامداد در طاعت و عبادت مشغول شوم، از بس که 2 تا کودک خردسال دارم چی میشود؟ شما می توانید عبادت کنید، کودک خردسالتان هم هیچ چیز نمی شود. یعنی من سوال رو درست نفهمیدم. آیا شیطان می تواند به انسان موحد و صاحب دین وسوسه ها و فکرهای بد را همیشه در ذهنش بیاورد؟ اون چیزی که حالا رخ نداده است در ذهنش بیاورد، عاید بیماری، مرگ، صدمه. انسانی که به این حالت دچار است، آیا این حالت روحی روانی است یا وسوسه شیطان؟ حالت وسوسه شیطان هم است، روانی هم هست. یعنی روانی بیماری روحی اگر گفته در اینجا این رو یکان دکتر کشف میکند که این زن یا این مرد بیماری روانی است یا نه. اما اینکه شیطان با فکرهای بد می آید، البته شیطان به انسان موحد هم میتواند وسوسه کند. شیطان میتواند، یعنی سبحان الله، پیامبر جادو شده بودند، پیامبر با پیامبری به جادو افتیده بودند که جادوگران میدانید اصل شیطان هستند. البته شیطان وسوسه میکند. در اینجا با توکل کردن، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، میگوید الله با ایمان قوی و با الله توکل کردن و مبارزه کردن با این فکرها به این انسان غالب می آید. معلمه جان، در ماه شریف رمضان با مسواک دندانهایمان را شویم، روزهمان میشکند؟ روزه نمیشکند. مسواک را شما فرو نمیبرید و پیامبر چه در رمضان چه در غیر رمضان مسواک میکردن. آیا با تن جنابت سحر خورده بعد دهان را محکم کردن غسل کرده می شود؟ البته می شود. یعنی مستحب است که سحر خوری نکرده غسل کنید، یعنی بهتر است برای شما. اما یعنی
به غسل کردن دستتان نرسید، وقتتان نشد، یا در تاجیکستان در سرما و در بی‌سویدی، در اینجا حدیث حضرت عایشه است که چی در رمضان و چی در غیر رمضان بعضا پیامبر سحر جنوب بیدار می شدن. بکنید شما روزه را دوام میدهید، غسل نکردن نیت میکنید، بعدا غسل کردن نماز بامداد را میخوانید. اپا من ایپوتیک دارم، خیر یا صدقه من درست است؟ ایپوتیک قرض پرسنتی هست، گرفتنش حرام است، گیرندش گناهگار است و اون قرض رو باید بدید. به جای خیر و صدقه کردن، اون قرضی که با گناه آلوده است اون رو باید بدید. آدم قرضدار خیر و صدقه نکرده، یکم باید تمام قرضهایش رو بپوشاند. مگر اینکه شما میگید که نه، من هر ماه قرضم رو تقسیم میدهم، باز درآمد دیگر دارم. یعنی من یقین میدانم که من با جز دادن قرض بانکیم باز یک درآمد دیگر دارم، در این وقت میشود دادن. نماز اشراق را چند ساعت بعد از فرض نماز بامداد خواندن در کار؟ چون که میگویند تا برآمدن آفتاب نباشه چه خیلی میفهمیم. عیناً به همین سوال من جواب داده بودم در تلگرام. من در غریبی هستم، در خانه نامسلمان ها کار میکنم، پسرکی آنها رو نگاه میکنم. همین کار من حرام است یا نه؟ مادامی که به کودک نگاه میکنید باکی ندارد، اما گفتید گوشت خوب پخته میدهم. اگه چیزی حرام از الکل و از دیگر چیزها بیار میگویند میبرم، در این وقت درست نیست، در چیزهای حرام دست میزنید. اما کودک که یک کافر رو نگاه کردن باکی ندارد. انشالله شاید با تربیه شما اونو سلمان میشود. با کافر خدمت کرده به او چیزهای حرام پخته دادن و آوردن ممکن است. و دو سه سوال دیگر ماند که یک باره تمام کنیم و خواهر عایشه محمدی میتواند دیگر سوال ها را روان نکنید که برای اینکه به فکرم وقت افطار نزدیک می شود. سوال دیگر، اگر در رمضان بعد از بامداد هم بستری کنی گناهش چی است؟ بعد از بامداد هم بستری کردید و گناه کبیره دست زدید و جزایش هم زن و مرد باریزاگی باشد، یا اینها 2 ماه هر دو پی در پی روزه میگیرند، 2 ماه یگان روز قطع نکرده، یا اینکه 60 قم بغل را سر میکنند و 60 قم بغل طعام میدهند یا پختگی طعام پخته، یا اینکه 60 قم بغل را در یک به مقداری هر یک روز 1.5 کیلو برنج 1.5 کیلو ارد که 90 کیلو می شود، 90 کیلو برنج یا ارد را برده از نام هر دو به قم بغل می دهند و این کفاره گناهشان می شود. اجازت هست که قطعی بچه گپ زنین که بعد رمضان او بچه اقصاقالی میکند؟ درست نیست با او گپ زدن، او نامحرم است. اقصاقالی کند همون نامحرم است، با او گپ زدن درست نیست. بله، بلزم مالیدن روزه رو نمیشکند، اما یکی فرو میبرم گفتید مکروه هست، در این وقت انجام ندهید. من از تن پدر و مادرم حج کردم، من چه خیلی فهمم که حجی من برای پدر و مادرم قبول شد. قبول عملها رو ما در قیامت میفهمیم، یعنی در دنیا به شما یک نشانه نمی آید که حج تو قبول است، عمره تو قبول است. این رو در روز قیامت میفهمید. برای همین عمل رو انجام میدهیم و همیشه دعا میکنیم که پروردگار این عمل ما رو قبول کرده باشد. عزیزان، همینجا سوال و جواب رو یا افیر رو به پایان میرسانم، برای اینکه در ما هم وقت افطار است و در اکثریت شما هم الله نصیب کرده باشد هفته دیگر هم کوشش میکنم به سوال شما به قدر توان جواب گویم. تا هفته دیگر در پناه الله باشید. دعا کردن در وقت افطار و سحرخوری را در حق هم دیگر فراموش نکنید. پروردگار عبادت های ما را قبول کند و این بقیه چند روزی ماندگی را هم پروردگار برای ما توفیق دهد که با عبادت سپری کنیم، برای رضایت خودش باشد و بدون هیچ ریا باشد. تقبل الله منا و منکم تمام عملهایمان را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.